بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به همه بینندگان عزیز و مخصوصا همراهان آشنا و صمیمی پسر خوشقلب آقای علی آقای عزیزمون در هر نقطه‌ای از جهان بشریت که حضور دارید. عرض سلام و زیبایی‌های ما را بپذیرید. به نام خدای زیبایی‌ها، به نام خدای مهر و محبت و عشق که برای همه جهانیان یکسان است. زیبایی در نگاه، از نگاه گرفته تا صحبت کردن، تا نوشتن، تا نگاه کردن، تا یکدیگر را پذیرفتن هست. اگر این پذیرفتن ها نبود، واقعا انسان زندگی تلخ و تاریکی می داشت. و چه خوب است که ما همدیگر را بهتر بشناسیم، به همدیگر توجه کنیم، در هر نقطه‌ای از جهان بشریت که حضور دارند بتونیم همدیگر را خوب درک کنیم، بتونیم زبان هم را اگر نمیفهمیم، قلبمون یکی هست، قلب‌ها را خداوند به هم وصل کرده. خودش این قلب اینقدر زیباست که دیگه نمیشناسه که تو کجایی هستی، زبانت چیست، رنگت چیست. من اخیراً عرضم به حضور توفیق شده که شاید نزدیک 20 سال هست که با این خانواده عزیز پسر خوشقلب میشناسید شما، علی آقای عزیز، آشنایی دارم. من امسال کم رسیدم خدمتشون و اخیراً امروز به مناسبت عید فطر اسلامیان و مسلمانان هست که علی آقای ما هم شریک بود، عضوی از خانواده مسلمان ها که روزه‌دار بود. خیلی مقید هست به خودی خود، بدون تبلیغ، بدون ابلاغ و بدون توصیه اطرافیانش یک توجه خاصی به خدای لایزال دارند، به خدای مهربان، به خدای خالق زیبایی ها دارند. من خیلی نمیخوام به اصطلاح فنی تر، تخصصی تر، شاید در بیان من هم به اصطلاح قاصر باشه که بتونم برسونم. از نظر علمی بخوام توضیح بدم که این چنین عزیزانی ارزم به حضور چی ویژگی های خاص خلقتی دارن که به نظر میرسه که رابطهشون و میانشون با خالق زیبایی ها، با همه مهر و محبت های دیگران ارزم به حضور سریعتر، صحیحتر، صادقانه تر و خالصتر هست. بارها شده که ما دیدیم اینجور عزیزانمون ارزم به حضور ظاهرا اگر تند بهش نگاه کنی فوری دلشون میگیره، اما همون لحظه است. اگر لحظه دیگر و دقیقه دیگر مهربانی بهشون نشون بدیم، بلافاصله یادشون میره که اصلا قهر بلد نیستن بکنن. و اینا یک رابطه بسیار صحیح و سالم و دوست داشتنی با همه جامعه بشری، بلکه همه موجودات مخلوق الهی دارن که عشق می‌ورزن. و چه خوب بود که ما میتونستیم از آن موضوع درون اینجور موجودات و اینجور شخصیت‌های خاص خلقت الهی را بیشتر مطالعه می‌کردیم، بیشتر درک می‌کردیم. شاید هم درس اخلاقی میشد برای من نوعی که چطور میتونم به اصطلاح بر دیگران مهر بورزم، دیگران همه رو دوست داشته باشم. من تشکر میکنم به نوبه خودم به عنوان یک فردی که ارزم به حضور با شبکه‌های اجتماعی هم کم و بیش سر کار دارم. میبینم که شما عزیزان در اقصانقاط دنیا، کشورهای اطراف، کشورهای دور، ارزم به حضور با کامنت هاتون، با نظراتتون، با نگاهتون، با یک قلب سفید را قرمز کردنتون یک رنگ بوی زیبایی به اینجور جوانامون، اینجور فرزندان کره خاکی اهدا میکنید. من به نوبه خودم تشکر میکنم، ممنونم از مهرورزی های شما. شماها باعث میشید که این نگاه ها اینقدر به اصطلاح توجه شما عزیزان باعث میشه که اینا زندگی را با همه زیباهایش بتونن ببینن، در خودشون هیچ نقصی احساس نکنند. اما خدای نکرده کم توجه های ما، بی توجه های ما، کم نگاه های ما گاهی اوقات دل اینا را میشکنه. اینا دل خیلی نازکی دارند، اینا اینقدر عزیزم و خیلی توانمندند. من حقیقتا این کاش میشد که مثلا
اطرافیانشون یا خودشون کارهای کلیپ درست میکنن و کارهای ارزم به حضور مشارکت در کار منزل و زندگی مشترکشون دارن که چقدر توانمند هم هستن. از طرفی انگار اینا رابطهشون با خدا و خالق همه هستی خیلی سریعتر، صحیحتر و رساتر از همه ما است. گاهی دعاهاشون انقدر مؤثر هست، گاهی خیرخواهیاشون با یک نگاه پرمهرشون گاهی اوقات حاجت من نوعی برآورده میشه. ای کاش میشد که ما اینا را بیشتر از اینها، بهتر از اینها درک میکردیم، میپذیرفتیم و امید به زندگیشون را بیشتر میکردیم. تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه آقای عزیز ما را بپذیریم و اینجور عزیزان را در تمام دنیا ارزان موضوع که هستند ما بتونیم پیداشون بکنیم و براشون عشق بورزیم. انشالله همیشه عاشق باشید، زیبا باشید و الهی باشید. همه شما را و علی آقای عزیزمون را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.